به دست اداره پایگاه خبری بامداد ثبت ویدیوی لحظه زنوزنی چچنها با یک بچه توجک در نزد فروشگاه روبین در شهر تویر روسیه رسید. این همون بچه توجک است که رسانه‌های روسیه اخیرا نوشتند که گویا چچنها برای گپ پرتافتن به یک دختر چچن هر دو پویش را زده شکستند. اما چند نفر از توجک‌های آگاه از جریان این حادثه با بامداد در تماس شده و گفتند اصل واقعه از آنچه که رسانه‌های روسیه تصویر کردند کاملا فرق می‌کند. همصحبتان بامداد گفتند قهرمان اساسی این ماجرا خسرو فیاضوف نام داشته، سال تولدش 1996 و خودش زاده دهه متخر و نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان است. به گفته همصحبتان بامداد چچنها یگان پای خسرو را نشکستند، برعکس خسرو فیاضوف هر سه چچن را لطکوب کرده، حتی پیستولت یکی آنها را از دستش کشیده گرفته است. بنا به نقل همصحبتان بامداد در حقیقت خسرو فیاضوف در فروشگاه روبین به یک دختر چچن گپ پرتافته است. کو جوانی که یگان دختر خوشرو رو بیند و گپ نپرتاید، خسرو هم جوانی کرده گپ پرتافته است، ولی دختر چچن از آن آزرده شده خسرو را با تلفنش ویدیو کرده است و تهدید کرده است که به برادرانش خبر میدهد. خسرو هم که بچه مشقی و نوترس است گفته است آماده است با هر کسی که به سرش میآید گپ زند. بعد یک چچن تلفن خسرو را یافته به او زنگ زده است و به صحبت یک به یک به همون فروشگاه روبین که کلانترین فروشگاه در تویر است دعوتش کرده است. خسرو خسته تنها به صحبت یک به یک رفت، اما چچنها نامردی کرده سه کس آمدند. آنها به خسرو که در یک آشخانه روبین تاو میخورد گفتند که بیرون برایم و گپ زنیم. هرچند آنها سه کس بودن خسرو نترسیده است و گفت است که برآمده در بیرون بیستید، من خوراکم را خورم میآیم. نقل میکنند بچه‌های ونجی در بیرون سه چچن یک جوه به خسرو در افتاده او را زدنی شدند، اما خسرو که جوان مشقی است ضربه های آنها را میگرداند و خودشان را زیر مشت و لغت میگیرد. در همین اثنا یکی از چچنها پیستولت میبرارد، ولی خسرو پیستولت او را هم از دستش میگیرد. کار دیگر به استفاده سلاح گذشت و خسرو نیز دو چچن را چند ضربه کورد زده یکی دیگرش را لطکوب کرده است. پای او را چچنها نشکستند. وقتی فرار از محل زنوزنی خسرو پیشپا خورده افتاد و پایش همان وقت ضرب خورد. نقل میکنند همصحبتان بامداد آن سه چچن بعد شتف و کورد خوردنشان به پلیس شکایت کردند و پلیس خسرو فیاضوف و همخانه‌های او عبدالله علی و شیرافکن را هم دستگیر کرده است. این دو نفر در آن مناقشه دست نداشتند. نقل کردن همصحبتان بامداد آنها میگویند قصه گویا برای انتقام خواهرشان را گرفتن به مسکو رفتن و در آنجا پیدا کردن خسرو نیز بافته است، چون که خسرو در تویر زندگی میکند نه در مسکو. یادآور میشویم روز 7 یونیو سال 2024 تلگرام کانال ریادوف که خبر داد که زادگان چچنستان برای آزردن خواهرشان هر دو پای جوان توجک را زده شکستند و پلیس در پی این حادثه اشتراکچیان ماجرا را از هر دو طرف دستگیر کرده است. ادعایی که بچه‌های ونج بافته مینامند و رد میکنند.